میمون میتونه 2 ساعت پشت سر هم بازی کنه. میمون میتونه اونقدر توی تیک تاک بچرخه تا انگشتاش بی‌حس بشن. میمون میتونه یه فصل کامل از یه سریال رو یه نفس ببینه و بگه فقط یه قسمت دیگه. ولی همین میمون وقتی میگن بشین نیم ساعت درس بخون، انگار بهش گفتن برو تو معدن موز کار کن. میمون قول میده 1 ساعت کار کنه. ولی بعد از 5 دقیقه با لبخند یواشکی میره سمت یخچال و با خودش میگه تمیز کردن آشپزخونه هم نوعی بهره‌وریه دیگه. اما چرا اینطوریه؟ میمون ته دلش میدونه که کارهای سخت مثل درس خوندن، ورزش کردن یا تمیز کردن اتاقش در بلند مدت براش خوبن. ولی مغزش دنبال پاداشای سریع میگرده. مثل بازی، اسکرول یا فست فود. انگار همیشه دنبال یه موضوع آماده است، نه اون موضوعی که باید براش زحمت بکشه. بخش اول، دوپامین چیه؟ یه ماده کوچیک تو مغزه به اسم دوپامین. خیلی هم میگن مولکول لذته، ولی در واقع مولکول خواستنه. دوپامین باعث نمیشه خوشحال بشی، باعث میشه دنبال خوشی بری. مثلا فقط تصور خوردن موز باعث میشه میمون با سرعت بره دنبالش. پس دوپامین در اصل موتور انگیزه است. بخش دوم، آزمایش موشا. برای درک قدرت دوپامین باید بریم سراغ فامیلای میمون، موشها. دانشمندا به موشای دکمه دادن. هر بار میزدن مغزشون یه شوک دوپامینی میگرفت. نتیجه موشا دیوونه شدن. هی دکمه رو میزدن، نه میخوابیدن نه غذا میخوردن، فقط دوپامین میخواستن. بعضیاشون انقدر فشار دادن تا از پا افتادن. بعد دانشمندا دوپامینشون رو قطع کردن. اون موقع موشا دیگه هیچ کاری نمیکردن. نه افسرده بودن نه ناراحت، فقط هیچ انگیزه‌ای نداشتن. ترسناکی چیه؟ مغز میمون هم همینطوریه. دوپامین کاری میکنه دنبال چیزی بدویم، نه اینکه ازش لذت ببریم. بخش سوم، تحمل دوپامین. مغز همیشه دنبال تعادله. اگه زیاد گرم بشه عرق میکنه، اگه سردش بشه میلرزه. وقتی زیاد دوپامین بگیره مثل بازی، فسبو، شبکه‌های اجتماعی، مغز واکنش نشون میده و تعداد گیرنده های دوپامین رو کم میکنه. یعنی مغز به دوپامین زیاد عادت میکنه. مثل یه آدم مشروب خوره که هر روز باید مشروب بیشتری بخوره تا مست شه. انگار هر روز توی بوفه موزای کاراملی میخوره و دیگه مزه موزای معمولی براش بی‌معنیه. وقتی بخواد کاری مثل درس خوندن کنه، مغزش میگه این که خوش نمیگذره، من چیز هیجان انگیزتر میخوام. به این حالت میگن تحمل دوپامین، یعنی مغزت از موضوع ساده دیگه لذت نمیبره. بخش چهارم، سمزدایی دوپامینی. میمون تصمیم گرفت یه کار متفاوت بکنه. یه مدت از موضوع قندی فاصله بگیره. اگه همیشه موز کاراملی بخوره، یه موز ساده براش توهین به نظر میرسه. ولی اگه چند روز چیزی نخوره، همون موز ساده میشه بهش. ایده سمزدایی هم همینه. وقتی یه مدت از چیزایی که سریعا بهش لذت میرسونن فاصله بگیره، کارهای عادی مثل کتاب خوندن، پیاده روی دوباره براش جذاب میشن. حالا سمزدایی 2 مدل داره. مدل سخت، مثل اینکه 1 روز کامل رو بدون گوشی، فست فود یا بازی باشی، که باعث میشه حوصله‌اش سر بره و شروع کنه به نوشتن دفتر خاطرات، کتاب خوندن، یه سرگرمی خوب. مدل سبک، هفته 1 روز حذف یه رفتار، مثل 1 شنبه‌های بدون شبکه‌های اجتماعی یا 4 شنبه‌های بدون بازی. هدفش اینه مغز دوباره تنظیم بشه تا از چیزای ساده هم لذت ببره. بخش پنجم، سیستم پاداش. میمون فهمید نمیتونه تا ابد سمزدایی کنه. موز خوشمزه است ولی باید ترتیب داشته باشه، بنابراین یه سیستم ساخت. یعنی اول کار بعد موز. اگه صبح با شبکه اجتماعی شروع کنه میشه موز قندی، مغزش دیگه انگیزه برای کار نداره. ولی اگه اول کار کنه بعد خودش رو با موز، مثلا یه ویدئو یا خوراکی تشویق کنه، معجزه میشه. مثلا 1 ساعت مطالعه کنه، 15 دقیقه تفریح، 8 ساعت کار بکنه، 2 ساعت سرگرمی بدون عذاب وجدان. حالا قانون طلایی این بخش چیه؟ پاداش همیشه بعد از کار. هیچ موزی قبل از کار مجاز نیست.
بخش ششم. 5 ترفند برای گول زدن مغز میمون. 1. بازی سازی. میمون عاشق بازیه. پس کارو تبدیل به بازی کن. هر تست یه مرحله است. هر پیشرفت یه سکه موزی. چکلیست درست کن. هر تیک یعنی یه موزه کوچولو. 2. کوچیک شروع کن. میمون از کوه بیزاره ولی از یه پله نه. بگو فقط 2 دقیقه انجام بده. معمولا بعدش ادامه میده. 3. پاداش فوری. کار کردی؟ یه موضوع کوچیک جایزه بگیر. مثلا یه صفحه نوشتی، یه خوراکی بخور. یا 20 تا شنا رفتی، یه سریال ببین. پیروزی‌های کوچیک انگیزه های بزرگ میسازن. 4. دسته میمونا. میمون تنها تنبله. بنابراین با بقیه کار کن. رقابت و همراهی باعث انگیزه میشه. 5. تغییر هویت. میمون طبق چیزی که باور داره رفتار میکنه. اگه بگه من تنبل هستم، یه میمون تنبل میشه. اگه بگه من منظم هستم، کم کم مغزش باور میکنه و همونطوری رفتار میکنه. رفتار از باور میاد. بخش 7. انتخاب موضع درست. دوپامین دشمن میمون نیست. میمون بدون اون اصلا انگیزه‌ای برای زندگی نداشت. میمون فقط باید یاد بگیره از چه چیزی دوپامین بگیره. از اسکرول و بازی و عادتهای قندی، یا از پیشرفت و یادگیری و ساختن یه زندگی بهتر. میمون نیازی نیست دوپامین رو حذف کنه، فقط باید انتخاب کنه چه موضوعی بخوره. پس دفعه بعد که میمون به لیست کاراش نگاه کنه یادش میمونه مشکل تنبلی نیست. موضوع زرنگی تو گول زدن مغز میمونیه. به نظرت میمون کدوم موضوع رو انتخاب میکنه؟ در آخر میمون میگه مرسی که گوش کردی. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره تا موضوع ادامه پیدا کنه.